Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodaron va do'stoni aziz, ما پیش از نماز بامداد در زیارتگاه حبیب خدا صلی الله علیه و سلم حاضر شدیم. از نام شما، از نام همه مسلمانان، صلات و سلام علیک یا رسول الله، الصلاة و سلام علیک یا حبیب الله. صلات و سلام از نام ما، از نام امتت یا حبیب خدا به شما. پروردگارم گناههای ما را ببخش، پروردگارم ما را هدایت بگردان، پروردگارم کارهای ما را سبک بگردان در این دنیا و آن دنیا. پروردگارم عملهای صالح ما را به درگاهت قبول بفرما. پروردگارم به حرمت سید المرسلین محمد صلی الله علیه و سلم ادخل الجنة الفردوس بالسلام آمینین. اللهم ادخلنا جنة الفردوس بالسلام آمینین. پروردگارم ما را به بهشت فردوس بدار. پروردگارم ما را از خیر امت محمد بگردان. پروردگارم هر یک محتاجی که فقیر است، هر یک محتاجی که محتاج است به یاری خدا، پروردگارم همه مدد بگردان. پروردگارم همه حواجت های ما را برآورده بگردان. آدمایی که قرض دارن قرضهایشان را سبک بگردان. پروردگارم ما بنده‌های تو هستیم و امید داریم که به حرمت محمد صلی الله علیه و سلم کارهای ما را سبک میگردانیم و ما را از این دنیا با ایمان میگیری یا پروردگارم. یا الله، همه خویش و تورهای ما، همه امت محمد صلی الله علیه و سلم که از این دنیا گذشتن، پروردگارم کارهایشان را سبک بگردان، گناههاشان را ببخش و جایشان را جنت فردوس بگردان یا رب العالمین. بر همه آنهایی که در این دنیا زنده هستند، پروردگارم رحمتت را نازل بگردان. پروردگارم بر ما توفیق سخاوت کردن را عطا بفرما و ما را در قنات حفظ کن یا رب العالمین. یا حی یا قیوم، اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اضرب على الظالمين بالظالمين وأخرجنا من السالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل مقربنا إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين.